مردی 3 زن داشت که هر 3 عاشقش بودن. خودش هم هر 3 رو دوست داشت، اما نمیدونست کدومشون برای ازدواج واقعاً مناسبه. تا اینکه یه روز همه چیز عوض شد. یه تصادف خیلی شدید کرد. وقتی به هوش اومد، دکتر بدترین خبر رو داد. دیگه نمیتونی راه بری. از همونجا امتحان واقعی شروع شد. زن اول وقتی شنید فقط یه نفس عمیق کشید و گفت من نمیتونم کنار یکی مثل تو بمونم. مراقبت ازت خیلی دردسر داره و رفت بدون اینکه حتی برگرده نگاه کنه. زن دوم بهش نگاه کرد و تو دلش گفت حالا که اینجوری شده دیگه جذابیتی نداره. فقط همینو گفت. من آینده دارم، نمیتونم بمونم. و اونم رفت. اما زن سوم زانو زد، دستاشو گرفت، اشک از چشمش ریخت و گفت من دوستت دارم. تو هنوز هم خوشتیبترین و بهترین مرد دنیایی. اگه بخوای با من ازدواج کنی، من خوشبخت‌ترین زن دنیا میشم. مرد توی اوج احساسات انگشترشو از جیبش در آورد و ازش خواستگاری کرد. روز عروسی جلوی همه گفت بعد از تصادف یه تصمیم گرفتم. من هیچ وقت به صندلی چرخدار محکوم نشده بودم. من فقط میخواستم بدونم کی واقعاً کنارم میمونه. در شادی و غم، در سلامت و بیماری. 2 زن دیگه خشکشون زد. عروس با عشق بیشتری گریه کرد. عشق واقعی وقتی زندگی سخت میشه فرار نمیکنه، خودشو نشون میده. عاشق واقعی زمان رو انتخاب نمیکنه، آدم رو انتخاب میکنه. چون زیبایی میگذره، قدرت کم میشه و روزای سخت بالاخره میرسن. ولی آدمی که از طرف خدا برات فرستاده شده میمونه. با کسی باش که تو بدترین روز زندگیت هم کنارت میمونه. این عشق ارزش جنگیدن داره.